صبح 5 ایون در مسجدهای تاجیکستان نماز عید فطر ساعت 6 برگزار شد و هزاران نفر برای اجرای این فریضه به مسجدها آمدند. در مسجد مرکزی نماز عید چون سالهای گذشته زیر چاره‌های امنیتی برگزار شد. این مراسم به فرق از سالهای گذشته با حضور کمی ساکنان دایر گشت. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان در موعظه پیش از نماز از حاضرین خواست که صلح و آرامی را قدر کنند. مسئولان شورای علمای تاجیکستان میگویند صدقه فطر جمع شده از مردم به اشخاص کم بضاعت و نیازمندان رسانده شده است. فطر روزه از آغاز ماه رمضان به یک موضوع بحث برانگیز در جامعه تاجیکستان تبدیل شد. 2 سال باز مقامات از ساکنان میخواهند فطر روزه خود را نه به نیازمندان بلکه به مسجدهای محله دهند. حالا جنبه عمومی نشده است، اما من میتوانم حالا فقط از مسجد مرکزی بگویم که در مسجد مرکزی 12,000 سومون از حساب نمازگزاران فطر روزه جمع شده بود و موافق روی خط با اهل محله و شخصانی که مراجعت کرده بودند و مرکز اسلامی و مسجد مرکزی در حضور یک کمیسیه مخصوص که رئیس محله و 3 نفر از شخصان بانفوذ محله و 2 نفر از مسجد و مرکز نمایندگان در حضور این کمیسیه این فطر روزه به عائله‌های کم بضاعت یعنی تقسیم شد. بعد از انجام نماز عید مسلمانان تاجیکستان طبق عنعنه به عیادت نزدیکان و دوستانشان مشغول شدند. هرچند سالهای گذشته مقامات تاجیک برای تنظیم عیدگردک کودکان اقدام روی دست گرفته بودند، امسال در کوچه های شهر عیدگردک کودکان از صبح بر وقت مشاهده می شد. دستورخوان عیدانه ساکنان هم یکی از دیگر موضوعهایی بود که پیش از هر جشن مذهبی مقامات برای کم خرج آراستنش تاکید می کنند. دستورخوان ساکنان عادی هم امسال با دبدبه به نظر نمی رسید. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.